سلام، ابراهیم شادافروغ هستم. تصمیم گرفتم یک کانال یوتیوب برای خودم را بندازم، نه اینکه هدف و برنامه‌ریزی خاصی داشته باشم. با توجه به تغییراتی که توی زندگی خودم به وجود آوردم، تصمیم گرفتم که این رو با دوستانی که به دست خواهم آورد از این طریق به اشتراک بذارم، یا دوستانی که از قبل داشتم و ویدیوهای من رو می‌بینن به اشتراک بذارم. من سالها در حوزه برنامه‌نویسی کار می‌کردم و در تقریبا میشه گفت سال 90-91 یک تغییر تحولی دادم و به سمت بازاریابی و فروش رفتم و دیدم که نسبت به برنامه‌نویسی حوزه بیشتر محبوبیه برای من و خیلی علاقه دارم به حوزه فروش و توی این موضوع تمرکز بیشتری کردم. میشه گفت که 80-20 بودم، 20% برنامه‌نویسی و 80% فروش، به خاطر اینکه هر دو حوزه رو دوست داشتم. و خدمتتون عرض کنم که توی این مدت من حالا کسب و کارهای مختلفی رو اندازی کردم، تجربیات خیلی زیادی کردم، توی شرکت‌های مختلفی کار کردم که واقعا لذت بردم. توی بعضی‌هاشون هم ویزیتور بودم، هم پشتیبان فروش بودم، هم مدیر فروش بودم و اتفاقات خیلی خوبی توی این سالها برای من افتاد. حالا اگه بک‌گراند من رو نگاه بکنید، من داخل یک مغازه لوازم یدکی خودرو هستم که به تازگی این شغل رو راه اندازی کردم از ابتدای سال 1404. این مغازه در اصل متعلق به پدر من هستش. پدر من بیش از 40 سال تعویض روغن داشت و ما توی این حوزه خب شناخت خوبی داشتیم، قطعات خودرو رو میشناختیم، آدم‌های زیادی رو توی این حوزه میشناختیم و تجربه زیادی توی این حوزه داشتیم. من تصمیم گرفتم با استفاده از اون برند و تجربه‌ای که قبلا داشتیم توسط پدرم و مدتی هم خودم مشغول بودم با ایشون به کار، یک کسب و کار جدیدی رو راه بندازم و انتخاب کردم حوزه لوازم یدکی خودرو رو که هم بتونم تجربیات خودم رو در حوزه فروش و بازاریابی به صورت کاملا چهره به چهره با مردم داشته باشم و هم خب یک کسب و کار، یک تجربه است و میتونه به عنوان یک فیلدی باشه که روش کار بشه و شاید بشه بزرگش کرد و خیلی لذت برد ازش. همیشه هم قرار نیست شما در هر کسب و کاری که راه اندازی میشه 100% موفق باشید و به نتایج خیلی 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 خوبی برسید. و این هم برای من یک تجربه از زندگی پر از تجربیات و فرصت‌ها و چالش هست. من الان روزانه در همین مغازه مشغول هستم. 20% برنامه نویسیم رو دارم، 80% فروشم رو دارم و تجربه فروش رو دارم در گذشته. حالا خیلی از مواردی که در گذشته تجربه کردم میتونم اینجا رخ به رخ استفاده بکنم در ارتباط با مردم و این خیلی اتفاق جالبیه و دوستانی که تو حوزه فروش کار کردن خیلی با این قضیه میتونن ارتباط داشته باشن و بدونن مفهوم کلام من چیه. و هدفم از راه اندازی این کانال این بود که بتونم این موارد رو با شما به اشتراک بذارم، روزانه با هم صحبت بکنیم، از شما یاد بگیرم و چیزهایی رو که میبینم و تجربه میکنم با شما به اشتراک بذارم. خیلی خوشحال میشم اگه کمکم کنید، راهنمایی کنید و چیزهایی که بلدید رو با هم دیگه به اشتراک بذاریم، یه کامیونیتی کوچیکی تشکیل بدیم و کار رو پیش ببریم با هم دیگه. خوشحال میشم بیشتر باهاتون در ارتباط باشم. ممنون.